امروز توسط نمایش باز به یک گوشه تاریخی کشورمان سفر خواهیم کرد. این هم باشد ممنوعگاه تاریخی و باستانشناسی سرازم است. موضع سرازم در شهرهای پنجکند سمرقند 15 کیلومتر غربتر از شهر پنجکند موقع گرفته است و معنای خودی کلمه سرازم سری زمین می باشد. در میانهای سالهای 70 عصر 20 انیخترش سال 1976 یکی از ساکنان دهات اطراف با نام اشرالی تایلانوف تبرچه برنجه دریافت کرده به خادم علمی پایگاه باستانشناسی پنجکند عبدالله جان ایساقوف پیشنهاد میکند. البته بعد یک سال گفتگوهای باستانشناسی در این مکان آغاز گردیدند و پس از چند کشف شد که در این مکان شهری قدیمی با نام سرازم موجود بود و آن تاریخی بیش از 5000 سال دارد. مساحت این شهر قدیمی را محققان تخمیناً 100 هکتار گفتند که امروز تنها در قسمت کمی آن گفتگوهای باستانشناسی صورت گرفتند. از روی اکسپونات‌های دریافت شده و خرابه‌های باقی مانده بیناها معلوم است که سرازم مرکز تشکل شهرسازی، کشاورزی و هنرمندی گذشتگان ما بوده است. باعث خوشنودی است که پایگاه سرازم به فهرست میراث فرهنگی یونسکو داخل شده است و امروزها توجه اهل سیاره به آن زیاد است. این است که امروزه محققان و سیاحان زیاد به این مکان برای تماشا و آموزش می‌آیند. نوزدهم مارس سال 2018 در واخور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با زیان مملکت سرور دولت ذکر کردند که با در نظر داشت اهمیت شهر قدیمی سرازم پیشنهاد می‌نمایم که سال 2020 5500 سالگی سرازم باستانی همچون مرکز تشکلی مدنیت کشاورزی، هنرمندی و شهرسازی تاجیکان جشن گرفته شود. تشبوس مذکور جهت آموزش، معرفی بیشتر و همچون یادگاری بینظیر شناخته شدن این مکان تاریخی مساعدت خواهد کرد.